60 تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیov با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان خیراندش مرادزاده. سهراب باقیov با لباس‌های سفید و خیراندش مرادزاده با لباس‌های سبز هنرنمایی میکنند. ابراهیم کریمов هم داور ازبکستانی اشاره میکند که گیرد و سبقت همین طور آغاز میشود. رقابت نهایی و اینجا در اولین رسیشه که پهلوانان داشتند خیراندش میخواست یک پرتافت را انجام بدهد و هر دو هم تا رسیدن به این مرحله هنرنمایی شایسته نشان دادند. حرکت از جانب سهراب اینجا یک پرتافته از جانب سهراب حرکتی زیبا انجام داد اینجا و نزدیک بود که برایش امتیاز هم بیارد. هر دو هم موقعیت میجویند برای انجام دادن اصول، برای حرکتی با ثمر انجام دادن. حرکت از جانب سهراب خیراندش نمیگذارد که تا به آخر اصول پیشه کرده‌اش را سهراب انجام بدهد. یک دست فشوری از جانب سهراب بود و پایزنی هم اینجا داشت. حرکت از جانب سهراب که بسیار حرکت های زیبا دارد. به خاطر کمکاری به خیراندش اینجا آگاهی اول رو داور نشان میدهد و تا این دم حرکت ها و فعالناکی در رقابت سهراب اینجا مشاهده می شود. یک حرکت دیگر هر دو هم از گریبان یکدیگر خوب داشتند و حرکت میکند سهراب. هنرنمایی این جفت بسیار جالب است و همه انتظار است یک قسمت سهراب را دستگیری میکنند، یک قسمت خیراندش را مخلصی دارند و اینجا نفر ارزنده غالب می آید و همین طور حرکت از جانب هر و یک پرتافته که سهراب انجام میدهد. حرکت های سهراب باقیov را اینجا توجه میکنیم که بسیار زیبا انجام میدهد. یک حرکت دیگر همین طور آگاهی دویم به خیراندش داده می شود و اکنون تنبیه می شود. حرکت از جانب خیراندش ادامه نیروسنجی یک حرکت دیگر رو میخواهد خیراندش انجام بدهد. سهراب هم اینجا حرکت میکند
1 دقیقه و 11 ثانیه تا انجام باقی مانده است و یک حرکت دیگر را سهراب انجام دادن می‌خواهد. خیراندیش هم بعد تنبیه گرفتن فعال می‌شود. حرکت‌هایش زیاد شده ایستاده است. گریبان سهراب را خیراندیش خوب داشته است و سهراب هم از گریبان او و اینجا حرکت های زیبا را اینجا سهراب انجام می‌دهد و تا حال برایش میسر نمی‌شود که حرکت های او برایش امتیاز لازمه بیارد. حرکت و اینجا بسیار کوشش میکند سهراب و کمتر از 20 ثانیه دیگر آنها در اختیار دارند و در صورتی به انجام رسیدن وقت و همینطور در لحظه های آخر سهراب با امتیاز حلال خیراندیش را شکست داد و خیراندیش اینجا آسیب هم برداشت. اینجا مخلصان هم به خاطر همان اصولی را که سهراب باقیف از عکس الحمله انجام داد، یعنی از حمله رقیب استفاده کرد، اینجا به خاطر دستگیری سهراب کف کوبیدند و خیراندیش هم آسیب می‌بردارد. از آغاز نیروسنجی در قوازمایی نهایی وزن 65 کیلو حرکت‌های سهراب بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود. همینطور او غالب می شود و نشان طلا را در مسابقه امروزه عنعنوی ناحیه دنغره بر سود خود انجام می‌دهد. نشان طلا را به دست می‌آورد. خیراندیش باشد سزاوار نشان نقره می‌گردد و اینجا نوارهای تکراری را از رفت رقابت این جفت تماشا میکنیم که چگونه هنرنمایی شایسته را نشان دادند. حرکت‌های سهراب را اینجا می‌بینیم که از آغاز تا به انجام بسیار حرکت‌های جالب داشت و نماینده جمهوری همان حرکت و ازبکستان تلاش‌هایش ثمر داد و در لحظه‌های آخر ازبکستان خیراندیش را اینجا شکست داد و سزاوار مقام اول گردید.